بازی و ویسل حکم میدان آغاز گردید. باز هم به اولین فرصت چوبانداز شماره دهم تیم یما پترول داستان پهلوان پرتاب میکنه. داستان پهلوان شور خورد تلویزیون چیز میکنه. دو کپیتانای تیم با شماره 1 هر دو از دو تیم گلبدین پهلوان و خلیل پهلوان هر دو کارت زرد اخذ بودند. دوستان در اختیار کوانتای پهلوان است. داستان پهلوان دوستان در اختیار دارند و طرف دایره امتیاز میرد. مانع نیست برای داستان پهلوان. فرصت طلایی داره. پرتاب میکنه و امتیاز میگیره. امتیاز داستان پهلوان بود که اولین امتیاز را کسب کرد. چوبانداز شماره دهم تیم بازکشی یما پترول بازم داستان پهلوان گسل از این برداشته با چی سرعتی به طرف داره امتیاز میره. پرتاب میکنه داستان پهلوان. امتیاز سومین امتیاز داستان پهلوان و نفع تیم بازکشی یما پترول. مبلغ $1500 عبدالحفیظ رضایی $500 علیم رضایی $400 فایز محمد رضایی $300 از کشور امریکا برای تیم پنشیر بخششی روان کردند. صبرالله طاهری مبلغ $2000 آجی محمد ایکل $300 آجی زبیر $300 آجی مجیب الله $200 آجی محمد خال $500. تیم های بازکشی پنشیر و یما پترول است. رضا پهلوان کوانتای پهلوان گسل را از همین برداشت کرد. گسل را در اختیار داره و طرف دایره امتیاز میره. چی پر سرعت و زیبای رفتار میکنه این است کوانتای پهلوان. گسل در اختیار چوبانداز تیم یما پترول است. داستان پهلوان گسل را در اختیار داره. کوانتای پهلوان چوبانداز شماره 12 فرصت برای کوانتای پهلوان. امتیاز ترینرهای هر دو تیم که در ترکیب تیم‌های یما پترول و ولایت پنشیر قرار دارند ببینیم که چه جذابیتی را در میدان دوی مسابقه به نمایش قرار دارند. بازم داستان پهلوان از تیم یما پترول گسل را در اختیار دارد. داستان پهلوان از جمله پهلوانان خوب ولایت یما پترول است که همه اکنون گسل را در اختیار دارد. دادولا پهلوان از تیم بازکشی یما پترول گسل را در اختیار دارد. دادولا پهلوان فعلا گسل را در اختیار دارد، اما چوباندازهای پنشیر هم دست خود را با گسل بند کردند. حسیبالله پهلوان از تیم پنشیر هم با دادولا پهلوان گسل را در تقدیم دارد. کوشش میکنه که دادولا پهلوان گسل را به جور برساند و دادولا پهلوان توانست که گسل را با مورد خوب به جور برساند.
همچنان تشریف آوری محترم الحاج پنشیر با ویسل حکم مسابقه ابراهیم ترکمن آغاز می‌گوید که همین اکنون باز هم داستان پهلوان ببینید که داستان پهلوان میتواند که این گوساله را به ثمر بگیرد وانتای از تیم بوسکشی یما پدرو پیران توانست که گوساله را بردارد از زمین هم تیمی خود باز کرد گلبودین پهلوان کاپیتان تیم بوسکشی یما پدرو پیران گوساله را در اختیار دارد کوشش میکنند که گوساله را به ثمر برسانند هیچ مانعی وجود ندارد در مقابل گلبودین پهلوان بله گلبودین پهلوان توانست که هفتمین امتیاز